در این روزهایی که مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان دوران مشکل و پرتنش را پشت سر کرده ایستادند و از مرز این دو کشور دائم خبرهای پرتهلکه درباره مناقشه‌های نو و گاه و حتی خونین به گوش میرسد. یک ورزشگر جوان از ولایت جلال آباد قرقیزستان با یک عمل جوانمردانه‌اش همه را به وجد آورد. ورزشگر 24 ساله زاده جلال آباد نورلنبک اولو مارسل روز 2 فوریه در مسابقات ورزشی MMA هارکورد فایتینگ چمپیونشیپ رقیب 21 سالش از شهر لوبرسی روسیه گریگور بیلیایف را شکست داد. بیلیایف نامزد به استاد ورزش در بوکس، پانکراتیون و سامبوی جنگی و چمپیون مسکو در گریپلینگ است. نورلنبک اولو استاد ورزش در سامبوی جنگی می باشد. بیلیایف در دور یکم رقابت برتری داشت ولی در دقیقه دوم دور دوم ورزشگر قرقیز توانست بیلیایف را مجبور به تسلیم شدن کند. وقتی نورلنبک اولو مارسلو غالب این رقابت اعلان کردند، او با زبان شکسته روسیش با یک جوانمردی حیرت آور به مسئولان این مسابقات گفت که میخواهد تا نصف پول از این پیروزی به دست آورده وی را به ورزشگر تاجیک کامل اسانوف که با لقب کامل کراته نام برآورده است بدهند. مادر کامل کراته بیمار است و من میخواهم نیم مزد مرا برای طبابت او بدهید. شرح داد ورزشگر قرقیز سبب این تصمیمش را. او این خواهشش از مسئولان هاردکورد فایتینگ چمپیونشیپ را چند مرتبه تکرار کرد و تمام تالار برایش قرصک زد، هم برای بازی زیبا با پیروزی زیبا و هم برای این عمل خیر و جوانمردانه باز هم زیباتر. در واقع قند زن نورلنبک